لحظه چشاتو ببند. اینجوری دوست داریم؟ آدم که آبشه تموم شه یه جوریه خوشم. هرچی هم شده باشه جاتو نباید سروا میکردی. آخه حرف نمیزنی بفهمم چته. زندگیمون فقط از بیرون قشنگه. فکرت کجاست همین؟ بس دیگه. میگم شما خیلی بهتر از عکساتونید. چه پرنسسی. ببینم این نیومدن تو به این دختره مربوط نیستش که. چرا جواب نمیدی عزیزم؟ تو از هر کی که رد میکنی کروکی میگیری؟ تو نگی اصل ماجرا چیه هیچ کاری واسط نمیکنه. ما ولش کن دوستیم ماما. کجاست که؟ چه ببینم؟ چی میشد 2 سال دیگه تحمل میکردی؟ تابستانی که برف آمد. کارگردان نسیم فروغ. تهیه کننده مریم بهرالعلومی.